دوستان سلام، به این اپیزود از پادکست چرا خوش آمدین. قرار است که به زندگی نامه مولانای بلخی بپردازیم، از روزهای آغازین زندگی تا ملاقات با شمس تبریزی و همینطور تا انتهای داستان زندگی مولانای بلخی. مولانا جلال الدین محمد ابن حسین بلخی، مشهور به مولانا و خداوندگار. مولانا در 30 سپتامبر سال 1207 میلادی در بلخ متولد شد در افغانستان. خانواده مولانا یک خانواده مذهبی بود. پدرش فردی بود به اسم بهاءالدین ولد که واعظ معروف بلخ بود. شاگردان خیلی زیادی داشت و مشغول آموزش امور روحانی و مذهبی بود. علاقه زیادی هم گویا پدر به صوفیگری و تصوف داشت. صوفیگری یک جور سلوک برای نزدیکتر شدن به خدا و تزکیه نفس به حساب می آمد. پدر مولانا شاگردان و مریدان خیلی زیادی داشت. پای مجالس درسش افراد زیادی حاضر می شدند و شهره بلخ بود. کتابی به اسم معارف بهاءولد نوشته است. شاگردان بهاءالدین ولد به قدری بهش علاقه داشتند و او را عالم می دانستند که لقبش را گذاشته بودند سلطان العلماء. در آن زمان بلخ بخشی از امپراتوری خوارزمشاهیان را تشکیل میداد. پادشاهی آن دوران هم سلطان محمد خوارزمشاه بود. در ابتدا رابطه بین سلطان محمد خوارزمشاه و بهاءالدین ولد رابطه خوبی بود و خیلی به هم احترام میگذاشتند، اما رفته رفته این رابطه رو به تیرگی گرفت و در بین مردم یک ترس و اضطرابی بود که مبادا بین مغول‌ها و خوارزمشاهیان جنگ در بگیرد. در این دوران مولانا 12 ساله بود که بهاءالدین ولد تصمیم گرفت بلخ را ترک کند و کلاً به سمت نواحی غربی کوچ کند و از خراسان بزرگ فاصله بگیرد. در سال 1219 میلادی بعد از مهاجرت مولانا به همراه خانواده‌اش از بلخ، گفته می شود به اولین جایی که پا گذاشتن اطراف شهر نیشاپور بوده. گفته می شود عطار نیشاپوری با خانواده مولانا در آنجا ملاقات کرده است. بهاءالدین ولد را دید و بعد هم یک نگاهی به مولانا انداخت. مدتی با مولانای 12 ساله هم کلام شد و بعد هم به بهاءالدین ولد گفت پسر تو فرد خردمندی است و در آینده جهان را متحیر خودش خواهد کرد. پس از استراحت کوتاهی در نیشاپور به بغداد رفتند و از آنجا راهی حجاز شدند و بعد هم به زیارت حج رفتند و بعد هم به ترکیه رفتند و در کارامان ساکن شدند. در همین دوران بود که چنگیزخان مغول نواحی شرقی را زیر سلطه خویش گرفته بود و خراسان در این دوران به طور کامل توسط مغول‌ها سقوط کرده بود. چند سال در آرامش در شهر کارامان ترکیه زندگی کردند و مولانا در سن 18 سالگی رسید و مادرش فاطمه خاتون از دنیا رفت. مدتی بعد مولانا به درخواست پدرش ازدواج کرد با دختری به اسم گوهر خاتون، اما در شهر کارامان هم زیاد اقامت نکردند. علاءالدین کیقوباد حاکم سلجوقی روم به پدر مولانا گفت که بهتر است به قونیه مهاجرت کنند و شرایط در قونیه برای این خانواده بهتر است. بنابراین کرامان را هم ترک کردند و به همراه خانواده به قونیه پای گذاشتند. 2 سالی در قونیه ساکن شدند و بعد از 2 سال در سن 24 سالگی مولانا پدرش را هم از دست داد. بهاءالدین در این دوران از دنیا رفت. این در حالی بود که همچنان شاگردان زیادی داشت و مریدان زیادی در قونیه پای جلسات درس بهاءالدین حضور پیدا می کردند. هنگامی که پدر مولانا از دنیا رفت، اطرافیان از مولانا خواستند که جانشین پدرش شود و بر مسند شیخ الاسلامی قونیه جلوس کند. این یک امری خیلی سخت برای مولانا بود و او فقط 24 سال سن داشت. برهان‌الدین از یاران و شاگردان و مریدان بهاءالدین بود. او در قونیه آمده بود که پدر مولانا را ملاقات کند، اما متوجه شد که پدر مولانا از دنیا رفته و در هنگامی که میخواست برگردد مولانا از وی درخواست کرد که به مولانا آموزش دهد. برهان‌الدین هم این را پذیرفت و آموزش‌های مولانا شروع شد. مولانا تحت آموزه‌های وی قرار گرفت و هر روز با جهان جدیدی از علوم آشنا می‌شد. حتی مولانا با استادش به سوریه، دمشق و حلب رفتند که آنجا هم حضور پیدا کنند و علوم را در آنجا فرا بگیرند. گفته می شود برهان‌الدین مولانا را با سختی‌ها و ریاضت‌های زندگی آشنا کرد. جدا از علوم بهش یاد داد که چطور در سختی‌ها زندگی کند و یک مقدار هم به صوفیگری مولانا را رسوخ داده بود و بالاخره به دمشق می‌روند و در نهایت به نزد فردی به اسم محی‌الدین عربی به تحصیل علوم شرعی و دینی می‌پردازد.
محی‌الدین عربی هم بزرگترین عارف نظری تاریخ فرهنگ اسلامی بود. در سال 638 هجری قمری بعد از مرگ محی‌الدین عربی بود که مولانا هم دمشق را ترک کرد و دوباره به قونیه برگشت و در یک مدرسه علمی در بازار پنبه فروشان شروع به تدریس کرد. در این دوران 30 ساله بود و شاگردان و مریدان زیادی دورش جمع شده بودند. تا سن 38 سالگی همچنان مشغول مطالعه و یادگیری علوم مختلف بود تا اینکه در این سن فردی به قونیه پای گذاشت که جهان مولانا را به کلی دگرگون کرد. اون فرد شمس تبریزی است. شمس در این دوران به قونیه پای گذاشت و زندگی مولانا را متحول ساخت. گویا قبلتر هم مولانا با شمس برخورد داشت و هنگامی که در دمشق بودند یک بار شمس را دیده بود و بسیار هم از کرامات شمس شنیده بود. خیلی علاقه داشت تا دوباره این فرد را ملاقات کند. وقتی که شمس به قونیه پای گذاشت خبرش به مولانا هم رسید که یک درویش شوریده حالی وارد قونیه شده و با لباس مندرسی مریدانی دور خودش جمع کرده و مشغول سخنرانی است. مولانا که این حرفا رو شنید گفت به من هم نشان بدهید که الان در کجا ساکن هست. این فرد را باید ببینم. گویا اولین جایی هم که ساکن شده بود یک منزل کوچکی بود در بازار شکرفروشان قونیه. مولانا هم با عجله خودش را به شمس رساند و آنجا خودش را معرفی کرد و شروع کرد به صحبت کردن با شمس. صحبت هایی که جهان هر دو نفر را تغییر داد، مخصوصا مولانا. در واقع همینجا تازه حرکت طوفانی زندگی مولانا آغاز می شود. هم صحبتی و هم نشینی با شمس که به صورت کل جهان مولانا را دگرگون کرد. مولانایی که اهل علم و کتاب و نوشتن بود کتابها را گذاشته بود کنار و مدتی هم با شمس به هم نشینی و هم صحبتی می پرداخت. این دیدارهایی که در خلوت هم معمولا انجام می شد 16 ماه به طول انجامید، جوری که دیگر به سمت کتاب ها نمی رفت و کلن در کلاس های درسی هم حضور پیدا نمی کرد. شیفته تفکرات و صحبت های شمس شده بود. در این دوران مولانا 40 ساله بود. فردی بود که علوم مختلف را فرا گرفته بود. به نظر می رسید که یک استاد خبره باشد و دیگر تمایلی نداشته باشد که مرید کسی دیگری باشد. گویا مرید شده بود. مرید فردی به اسم شمس تبریزی. و همین شمس در سن 40 سالگی دریچه جدیدی از زندگی را بر روی او گشود. دیدارهای شمس و مولانا، مخصوصا دیدارهای اولشان در این شعر معروف مولانا کاملا جلوه می کند. مرده بودم، زنده شدم، گریه بودم، خنده شدم. دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم. خود این نشان می دهد که همنشینی با شمس چه به سر مولانا آورده است و مولانا چقدر شوریده حال شده، طوری که حصول را گذاشته کنار و مشغول سما می شد. شرایط برای مولانا بسیار عجیب بود، اما برای شاگردانش یک مقدار خطرناک بود. شاگردان مولانا را سرزنش کردند و اصلا دوست نداشتند که استادشان شیفته شمس باشد. از آن طرف رفتارشان با شمس چیزی دیگری بود و مریدان و شاگردان مولانا شمس را حتی به مرگ تهدید کرده بودند. شمس که آزار آشفته دید احساس کرد که قونیه جای مناسب برای ماندن نیست. یک باره و بدون خداحافظی قونیه را ترک کرد و رهسپار دمشق شد. مولانا وقت خبر رفتن شمس را شنید بسیار افسرده شد و هیچ کسی را به حضور خویش نمیپذیرفت. مولانا نامه‌های بسیاری نوشت و آنها را فرستاد به دمشق، حلب و از شمس خواست که دوباره به قونیه برگردد. نامه‌ها همه بی‌پاسخ بودند و سپس مولانا سعی کرد با فرستادن پسرش سلطان ولد شمس را دوباره هر طور که شده به قونیه برگرداند. سلطان ولد به دمشق رفت و موفق هم شد که شمس را به قونیه برگرداند و شمس و مولانا دوباره همدیگر را در قونیه ملاقات کردند. این بود داستان زندگی مولانا از کودکی تا دیدار اول شمس. اگر دوست دارید بدانید در ادامه چه اتفاقهایی در زندگی مولانا رخ می‌دهد، پس قسمت بعدی پادکست را از دست ندهید. و ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودین. بدرود.